سلام دوست خوبم. به درس اول از دوره انگلیسی پایه خوش اومدی. همونطور که از اسمش مشخصه این دوره مناسب زبان آموزاییه که میخوان از سطح مبتدی شروع کنن. من برای تهیه این دوره از کتاب فور کورنرز سطح 1 ادیشن دوم استفاده کردم. البته در جاهای ممکنه بخشی از کتاب رو حذف کرده باشم یا یه چیزی بهش اضافه کرده باشم. کتاب و کتابکار فور کورنرز رو تو کانال تلگرام آپلود میکنم که اگر میخواید کتاب رو هم داشته باشید از اونجا دانلود کنید. یه دفتر و خودکار هم کنار دستتون باشه برای نوت برداری. بریم که شروع کنیم. امروز چی یاد میگیریم؟ معرفی خود، معرفی دیگران، سلام و احوال پرسی ساده، عبارات رایج برای سلام و خداحافظی. Introducing yourself. Hello, I'm Simon. Hi, Simon. My name is Chen. Nice to meet you. Nice to meet you too. Introducing yourself. معرفی خود. Hello, I'm Simon. Hi, Simon. My name is Chen. Nice to meet you. Nice to meet you too. Hello یعنی سلام. I'm Simon. من سایمن هستم. Hi Simon. سلام سایمن. My name is Chen. اسم من چنه. Nice to meet you. از آشنایی باهات خوشوقتم. Nice to meet you too. منم از آشنایی باهات خوشحالم. Introducing someone else. Chen, this is my friend, Sophia. Hi, Chen. Nice to meet you. Nice to meet you too, Sophia. Introducing someone else. معرفی کردن یک کس دیگه. Chen, this is my friend Sophia. Hi Chen, nice to meet you. Nice to meet you too, Sophia. اینجا الکس داره دوستش سوفیا رو به دوست دیگه‌اش چن معرفی میکنه. الکس گفته چن, this is my friend Sophia. چن, این دوست من سوفیاست. و سوفیا میگه Hi چن, nice to meet you. سلام چن, از آشنایی باهات خوشحالم. و چن در پاسخ میگه Nice to meet you too, سوفیا. منم از آشنایی باهات خوشحالم. Hi, Chen. Good morning, Simon. How are you? I'm fine, thanks. And you? Fine, thank you. See you later, Chen. Bye, Simon. Greeting به معنای سلام و احوال پرسی. Hi Chen. Good morning Simon. How are you? I'm fine, thanks. How are you? Fine, thank you. See you later Chen. Bye Simon. اینجا چن و سایمن که مثلا دوتا همکار هستن همدیگه رو تو راه رو میبینن و دارن با همدیگه یه سلام و احوال پرسی کوتاهی برقرار میکنن. سایمن میگه Hi Chen. سلام چن. Good morning Simon. How are you? و چن میگه صبح بخیر سایمن. How are you? اینجا good morning رو یه جوری به عنوان سلام کردن هم به کار میبریم. یعنی وقتی موقع صبح میتونیم به جای مثلا های به طرف بگیم good morning. How are you? حالت چطوره؟ I'm fine, thanks. خوبم، ممنون. How are you? حالت تو چطوره؟ Fine, thank you. خوبم، ممنون. See you later, Chen. بعداً میبینم چن. Bye, Simon. خدا نگهدار سایمن. Saying hello. سلام کردن. روش‌های مختلفی برای سلام کردن وجود داره و اینجا چند تا عبارت رایج و ساده‌اش رو براتون آوردم. Hi. Hello. Good morning. Good afternoon. Good evening. های و هلو به معنی سلام هستن و معمولا غیر رسمی تر از عبارات دیگه هن که آوردیم.
مثلا های رو دوتا دوست یا دوتا همکار که همدیگر رو میشناسن و با هم آشنایی دارن به کار برن. یا وقتی که تلفن خودتو میخوای جواب بدی میتونی عبارت hello اینو به کار بری اول صحبتت. Good morning, good afternoon و good evening عبارت رسمی ترین. اونا رو مثلا تو موقعیت‌های رسمی تر به کار میبریم. Good morning رو وقت صبح به کار میبریم به معنی صبح بخیر. Good afternoon رو موقع عصر به کار میبریم و good evening رو موقع غروب و شب به کار میبریم. Saying goodbye خداحافظی کردن. مثل سلام کردن، خداحافظی کردن هم عبارات مختلفی واسش میتونیم استفاده کنیم. مثل bye, goodbye, see you later, see you tomorrow. Bye و goodbye به معنای خداحافظ هستن. See you یعنی میبینمت. See you later یعنی بعداً میبینمت. See you tomorrow یعنی فردا میبینمت. See you و see you later رو یه جوری به کار میبریم که دقیقاً مشخص نمی کنیم که چه زمانی قرار اون آدم رو ببینیم. فقط میگیم مثلا میبینمت یا بعداً میبینمت. ولی see you tomorrow یعنی دقیقاً داریم مشخص میکنیم که فردا قرار طرف رو ببینی و این داره بهش میگی. See you tomorrow. مثلا به همکارت میگی که فردا میبینمت موقع خداحافظی. درس اولمون تموم شد. خیلی بهت افتخار میکنم که برای پیشرفت خودت وقت گذاشتی. پیشنهاد میکنم برای یادگیری بهتر این درس رو چند بار تکرار کن. مکالمات و نکات مهمش رو هم توی یه دفتر یادداشت کن. تو درس بعدی میبینمت.